بزرگترین ستاره های کیهان. همیشه کنجکاویم بدونیم بزرگترین سیاره کدومه؟ بزرگترین منظومه چی؟ بزرگترین قمر؟ و حالا امروز توی این ویدیو میخوایم ببینیم بزرگترین ستاره های توی کیهان کدوم ستاره هستن؟ آیا این ستاره ها با چشم غیر مسلح هم قابل دیدنن؟ چه موقعی میشه اونا رو دید؟ همراهان کانال 7 اسکای سلام، خوشحالیم که یه ویدیوی دیگه در کنار شماییم. اگه هنوز به کانال ما سابسکرایب نکردین ازتون میخوایم لطفاً اونو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون هم زنگوله رو روشن کنید. بریم تا با بزرگترین ستاره های کیهان آشنا بشیم. V838 تکشاخ. V838 تکشاخ ستاره متغیر توی صورت فلکی تکشاخ و 20,000 سال نوری از زمین فاصله داره. تلسکوپ هابل 6 تصویر از این ستاره تهیه کرده که نشون دهنده اینه که در حال فوران مواد به بیرونه. اندازه این ستاره احتمال داره بزرگتر از مو قیفاووس یا وی قیفاووسی باشه، اما به خاطر فاصله اون از خورشید و این واقعیت که در حال تپیدن یعنی بزرگ و کوچیک شدن هستش، تعیین ابعاد واقعی اون به شدت کار سختیه. بعد از آخرین فوران توی سال 2009 به نظر میاد که اندازه اون کوچکتره. بنابراین ستاره شناسان اندازه V838 تکشاخ رو بین 380 تا 1970 برابر شعاع خورشیدی در نظر میگیرن. آلفای شکارچی. آلفای شکارچی یا ابطالجزا که میشه خیلی راحت اونو از ماه مهر تا فروردین توی آسمون شب دید، شناخته شده ترین ابرقول سرخه. این موضوع به این دلیله که این ستاره تقریباً 640 سال نوری از زمین فاصله داره و نسبت به بقیه ستاره های این لیست به زمین بسیار نزدیک تره. آلفای شکارچی در صورت فلکی شکارچی قرار داره و بزرگی اون 887 برابر شعاع خورشیدی یا 617 میلیون کیلومتره. بررسی ها بیانگر اینه که طول عمر اون احتمال داره تا تقریباً 50,000 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه. KW کمان. KW کمان نوعی ستاره فراغول سرخه و در صورت فلکی کمان قرار داره و 7828 سال نوری هم از زمین فاصله داره. ستاره شناسان دمای KW کمان رو در حدود 3700 درجه کلوین تخمین زدن که از خورشید خنک‌تره. درخشش KW کمان 370,000 برابر درخشندگی خورشید بوده و اندازه اون 1009 برابر شعاع خورشیدی یا 701 میلیون کیلومتره. مو قیفاووس. مو قیفاووس که اونو به اسم ستاره لعل هم میشناسن، یه ستاره ابرقول سرخ هستش که توی صورت فلکی قیفاووسه. درخشش این ستاره 380,000 برابر خورشید و از درخشان ترین ستاره های آسمونه و بهترین زمان برای مشاهده اون توی نیمکره شمالی از مرداد ماه تا بهمنه. اندازه این ستاره 1260 برابر شعاع خورشیدی یا 876.6 میلیون کیلومتره. مو قیفاووس ستاره بسیار بزرگه و قادره 2700 تریلیون زمین رو توی خودش جا بده. وی سگ بزرگ. وی سگ بزرگ نوعی ستاره فراغول قرمزه. این ستاره توی صورت فلکی سگ بزرگ قرار گرفته و فاصله معادل با 4900 سال نوری از زمین داره. وی سگ بزرگ 1420 برابر شعاع خورشیدی یا 987.89 میلیون کیلومتره. این ستاره از ستاره های متغیر صورت فلکی سگ بزرگه. درباره بزرگی اون اختلاف نظر وجود داره و گروهی از ستاره شناسان با این اندازه مخالف هستن و اعتقاد دارن که اندازه واقعی وی سگ بزرگ فقط 600 برابر خورشیده. اکثر دانشمندان معتقدن که وی سگ بزرگ در انتهای عمر خودش با یک انفجار با انرژی بیشتر از 100 ابرنواختر به زندگی خودش پایان خواهد داد. کیوای ماکیان. کیوای ماکیان نوعی ستاره ابرقول سرخه که در صورت فلکی ماکیان قرار گرفته و فاصله معادل با 5000 سال نوری با زمین داره. این ستاره با درخشندگی تقریباً 300,000 برابر درخشندگی خورشید از درخشانترین ستاره های آسمون به حساب میاد.
کیوای ماکیان اولین بار در سال 1930 به عنوان نوعی ستاره متغیر نامگذاری شد. اندازه این ستاره در حدود 1420 برابر شعاع خورشیدیه. V354 قیفاووس. V354 قیفاووس یه ابرقول سرخه که در صورت فلکی قیفاووس و توی کهکشان راه شیری قرار گرفته و حدود 9000 سال نوری از زمین فاصله داره. عده‌ای از ستاره شناسان درخشندگی این ستاره رو 369,000 برابر خورشید تخمین زدن، در حالی که عده‌ای دیگه چنین اعتقادی دارن که درخشندگی این ستاره 76,000 برابر خورشیده. RW قیفاووس. RW قیفاووس فراغولی سرخه که از دیگر ستاره‌های صورت فلکی قیفاووسه و در آسمان نیمکره شمالی دیده میشه. فاصله این ستاره با زمین تقریباً 14,000 سال نوریه. این ستاره احتمال داره توی همسایگی خودش چندان بزرگ به نظر نرسه. با تمام این اوصاف تعداد بسیار کمی از ستاره‌ها توی کهکشان ما یا توی کهکشان‌های نزدیک وجود دارن که توانایی رقابت با اون را از نظر اندازه داشته باشن. اندازه اون 1535 برابر شعاع خورشیدیه. WOHG64. WOHG64 نوعی ابرقول سرخه که توی صورت فلکی ماهی زرین قرار داره و از درخشان ترین و پرجرم ترین ابرقول های سرخه. این ستاره در خارج از کهکشان راه شیری و در ابر ماجلانی بزرگ قرار گرفته و فاصله معادل 160,000 سال نوری از زمین داره. WOHG64 نوعی ستاره در حال مرگ بوده و دیسکی ضخیم از گاز و گرد و غبار رو در اطراف خودش داره. این ستاره زمانی بیش از 25 برابر خورشید جرم داشت، ولی با نزدیک شدن به مرحله انفجار از دست دادن جرم رو شروع کرده. ستاره شناسان تخمین زدن که این ستاره موادی معادل با سوختن 3 تا 9 منظومه شمسی رو از دست داده. دیسک گاز و گرد و غباری که این ستاره رو احاطه کردن 1 سال نوری قطر و 3 تا 9 برابر خورشید جرم دارن. اندازه این ستاره در حدود 1540 برابر شعاع خورشیده. VV قیفاووس A. VV قیفاووس A ستاره فراغول قرمز در بین بزرگترین ستاره‌های کهکشان راه شیریه. این ستاره نوعی سیستم ستاره دوتایی داره که در صورت فلکی قیفاووس قرار گرفته و 5000 سال نوری از زمین فاصله داره. این سیستم ستاره‌ای تنها شامل 2 ستاره است و سیاره‌ای نداره. اون یکی ستاره یه ستاره کوچیک آبیه. اندازه دقیق وی قیفاووس مشخص نیست، ولی اینجوری تخمین زده میشه که 1059 تا 1900 برابر شعاع خورشیدیه. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدواریم از تماشای اون لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین چقدر به دنیای ستاره و نجوم علاقه‌مندین؟ تصورتون از عظمت دنیای ستاره ها چیه؟ لطفاً نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین با لایک و معرفی اون به دوستانتون از ما حمایت کنین. تا ویدیوی بعدی، روزاتون پر نور.